سلام برای بچه، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و سلامت و تندرست باشید. اومدم یه آموزش خفن بهتون بدم که چجوری اسنایپای فست و اسنایپای سریع بزنیم، خیلی سریع. چجوری با اسکوپ 6 و اسکوپ 8 راحت اسنایپ کنیم با یه پیک کوچولو. خلاصه از اینا که تو یوتیوب میبینید یهو دوربین رو باز میکنن و یه پیک میدن، اسکوپ میگیرن و میزنن یارو رو هدشات میکنن. مثلا دیدی چه آدم به وجد میاد میگه چرا من نتونم اینجوری بزنم. خب امروز اومدم بهت آموزش بدم که چجوری همین کار رو خودت انجام بدی و بتونی راحت فست اسنایپ بزنی، یعنی اسنایپ های سریع بزنی که دیگه یوتیوبرام توش بمونن واقعا. ولی خب هر آموزش نیاز به تمرین داره، باید تمرین کنی. اگه تمرین کنی مطمئنم این آموزشی که بهت میدم و روش کار کنی و تمرین کنی، مطمئنا میتونی یکی از بهترین اسنایپرهای پابجی بشی. دمتون گرم، میریم سراغ آموزش. خب برای بچه M24 رو یه ای دبل ور میداریم و میایم تو ترینینگ. بعد باید توجه داشته باشید موقع اسنایپ زدن همیشه ایمتون بالا سر انیمی باشه. ایم رو میبینید این نقطه باید بالا سر انیمی باشه، اینجوری که وقتی اسکوپ رو باز میکنی یه خورده پایین تر باز میشه، یعنی اسکوپ یه خورده پایین تر از ایم باز میشه. دقیقا اسکوپ پایین تر از ایم باز میشه. شما ایم رو بالا سر انیمی بگیرید، مثلا تو حرکت که هستید ایمتون رو تنظیم کنید بالا سر انیمی، اینجوری بالا سر انیمی ایمتون رو بگیرید راحت. مطمئنا خاله اسکوپ میفته رو هد انیمی، یا رو هد انیمی هم نیفته رو بادیش میفته. راحت تو حرکت ایمو میگیری بالا سر انیمی، یه پیک میدی میزنی. تمام. حالا واسه من که 4 انگشتی بازی میکنم، مطمئنا پیک دادن و اسکوپ گرفتن از کسایی که 3 انگشتی یا 2 انگشتی بازی میکنن راحت تره. واسه اینم یه راه حل هست واسه کسایی که نمیتونن سری اسکوپ بگیرن. تو تنظیمات میرین قسمت کنترل، همون قسمت اول فایر ستینگ، تو بیسیک کنترل همون قسمت اول فایر ستینگ، اینجا بلات اکشن ریفالس، اینو اگه بذارین رو ریلیز موقع تیر زدن با اسنایپ خودش اسکوپو باز میکنه براتون. الان نکنی من اگه دکمه تیر رو بگیرم اسکوپ هم میگیره خودش، یعنی راحت اسکوپ باز میشه. واسه کسایی که مثلا میخوان اسنایپ بزنن و تو کلاسیک که اسنایپ دستتونه، دیگه نیاز ندارید که مثلا شما با اسنایپ کسی رو مثلا شبیه تی دی ام بپرید و با اسنایپ کسی رو بزنید، چون تو تی دی ام اگه این دکمه فعال باشه مطمئنا میخواین اسنایپ کنید یکی رو، دوربین باز میشه و شما رو تو دردسر میندازه. ولی واسه کلاسیک خیلی خوبه، یه لحظه دوربین رو باز میکنید اسنایپ خودتون رو میزنید. خب بذارید ما غیر فعالش کنیم چون آموزشمون نیست. خب همونطور که گفتم خیلی ساده است، کافیه ایمتون رو بگیرید بالا سر انیمی. حالا ژیروسکوپ اگه باشید که خیلی راحته، چون همون در حال حرکت شما میتونید هم ایمتون رو تنظیم کنید هم مثلا خودتون بچرخید این ور اون ور راحت. و اگه ژیروسکوپ نیستیدم که دیگه باید با دست تنظیمش کنید و بذارید چند تا تستی ایممون رو بگیریم بالا سر انیمی. دقیقا اسکوپ میفته رو هدش، اینجا دقیقا انقدر که بالا بگیره اسکوپ میفته رو هدش. نکنید دیدی راحت. این دوباره میگیره بالا سرش، راحت میگیره بالا سرش، یکی نخورد. ولی تو نکن جاش کجا افتاده، تیرمون خیلی دقیق خورده، یکم پایین تر بود میخورد به هد انیمی. خب ممنونم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید، امیدوارم آموزشمون به دردتون خورده باشه. اگه آموزش رو دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید و واسه حمایت از من ویدیو رو لایک کنید بی زحمت. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.